شرکت چینی CNPC برای کافتکاری کانهای نفت و گاز در تاجیکستان اجازتنامه گرفته است. این خبر را رئیس اداره گیالوگ تاجیکستان در دیدارش با خبرنگاران اعلام کرد، ولی گفت الحال سخن از جستجو و آموزش ذخیره هاست. نیازی مسئله استخراج گپ نیست، مسئله اساسی مسئله چه است؟ پرما کردن پرماچو. ما کوشش میکنیم که آخر همین سال باشد، اولی سال آینده باشد، چون که اگر که لایحه کارهای پرماگری پرماچو را ما را پیشنهاد کند، بعد اونجا ما میتونیم که مشخص از جهت همین گیولوژی، از جهت اقتصادی مشخص کنیم و مایع کرده میشود. من فکر میکنم که در وقتی من همین آغاز کارهای پرماگری، من فکر میکنم که البته رسانگی میگردد، یکی از پروژه های مهم است در جمهوری تاجیکستان. ما بینید تحت نظارت جدی قرار داده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی به شرکت CNPC پروانه کار تا سال 2033 داده شده است. بر اساس این سند، این شرکت چینی حق دارد در 57 میدان در جنوب غربی تاجیکستان نفت و گاز جستجو کند. شرکت CNPC سال 2011 وارد تاجیکستان شده بود و با شرکت کولا پترولیوم لیمیتد بحث دادگاهی هم داشت. دونگینگ هلی اینوستمنت، یک شرکت زیرتابع CNPC، 90% سهمیه‌های کارخانه کارکرد نفت دنقره را در اختیار دارد. این کارخانه تقریباً 6 سال پیش ساخته شده ولی تا حال به کارکرد نفت سر نکرده است. تلاش‌ها برای پیدا و استخراج نفت و گاز تاجیکستان تا این دم نتیجه دلخواه نداده است. در گذشته شرکت‌های گازپروم نفت، توتال و تتریس پترولیوم تلاش کردند در تاجیکستان نفت و گاز استخراج کنند، اما بعداً از کشور رفتند. جانب شرکت گازپروم با تأخیر گذاشته شده است. ما هم می‌خواستیم که سال 2023 بود، با فکرم بود بازبینی کنیم، لیکن ما اینا با یگان نویگری نوگانی نو نیست. بنا به آمار اکتشافی سراداره گیالوگ در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن ذخیره نفت و 3.4 میلیارد متر مکعب گاز معین شده است. کارشناسان یک سبب موفق نبودن استخراج نفت را در تاجیکستان چنین ارزیابی میکنند. حاضر که شرکت‌ها آموزش میگذرانه، شرکت‌هایی که نو آموزش میگذرانه، سبب اساسش قابت نفت و گازداری که ما داریم، این در چقری‌های 6,500 متر چقری جایگیر شدگی. برای او قابت به سکواژینه زده گذاشتن ما مشکلی کلان داریم، اما یک تا قابتی نمک و گیپسی هست، نمک و گچ سنگی و بسیار قابتی ملایم. وقتی سکواژینه حفاری کرده میگذارن، همون قابت خلل میرسونه برای گذاشتن و رسیدن به قابتی نفت و گازدار. تاجیکستان برای تامین احتیاجات داخلیش با مواد سوخت از خارج میلیون ها تن سوزشواری وارد می‌کند. بنزین و سوزشواری دیزلی از روسیه و گاز مایع از قزاقستان خریداری می‌شود. ظاهراً به این دلیل نرخ سوزشواری در تاجیکستان در قیاس به کشورهای همسایه گرانتر است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.